حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه وقتی یک سختی و شدت تو زندگی میاد، من چند تا شکر به درگاه خدا میکنم. مصیبت آمده، من چند تا شکر میکنم. یک، این سختی، این تلخی به دنیای من وارد شد، به دین من وارد نشد. الله شکر. به دنیا خورد، به دنیا خورد. دو، الله میتونست از این سختی بزرگتری رو به زندگی من بیاره، کما این که برای فلانی و فلانی به مراتب از این غم بزرگتر رو الله تعالی آورده، اما الله کوچکش کرد. خدایا شکر. سه، این که من در این تلخی و سختی فهمیدم این از جانب الله و بر این دارم صبر میکنم و با صبر دارم خدا را به دست میارم. این شعور در من ایجاد شده که از این سختی فرصت بسازم و به خدا نزدیکتر بشم. این هم شکر لازم داره. الله شکر. ما این زاویه دید ماست که به سختی ها چطور نگاه میکنیم.